به تاریخ و فرهنگ ایران علاقه‌مندید، شاید بارها با خود فکر کرده باشید که ای کاش محضر بزرگان علم و ادب و هنر این سرزمین که در دهه‌های 20 و 30 و 40 میزیستند را درک کرده بودم. دورانی که آغاز رویدادهای خجسته برای علم و فرهنگ ما بود. نخستین دانشگاه‌های ایران در این سالها به شکوفایی رسیدند و بزرگانی همچون دکتر حسین فاطمی و دکتر محمود حسابی در عرصه علوم پایه، استادانی همانند بدیع‌الزمان فروزانفر، علی اکبر دهخدا و محمد تقی بهار در عرصه ادب، پهلوانانی مثل غلامرضا تختی و موسیقی دانانی همچون ابوالحسن صبا و روح الله خالقی در این شکوفایی سهم داشتند. کسانی که حکم پدری بر فرهنگ دوران معاصر ایران دارند. حالا به جای آنکه شما در زمان سفر کنید، بزرگان فرهنگ معاصر به سال 1392 سفر کردند. اینجا 15 اثر سیلیکونی از شاعران، نویسندگان و شخصیت‌های ادبی، علمی و ورزشی معاصر ایران با عنوان مشاهیر ایران از ساخته‌های هنرمند ایرانی علیرضا خاقانی به نمایش درآمده است. در واقع جرقه اصلی کار پس از بازدید از موزه مادام توسو در ذهن من شکل گرفت که با هدف تجلیل از مشاهیر کشور خودمون شروع کردم به این کار. اولین کار مجسمه ستارخان بود که ساختیم و بعد از اینکه در واقع دیدیم راضی کننده است کار، نتیجه کار، شروع کردیم به ساختن مشاهیر ادبی و هنری کشورمون که اولین نمایشگاهش رو برگزار کردیم تو خانه هنرمندان. من خودم به ادبیات خیلی علاقه دارم و میدونم همه ایرانیان به ادیباشون علاقه دارن، همشون عاشق شعرن. هر ایرانی میگن یه روایتی هست که یه بیت شعر گفته، به خاطر و در واقع میشه گفت که ادیبای خیلی بزرگی داریم. اولین قدم رو با مشاهیر ادبی و هنری کشورمون آغاز کردیم. از آنجایی که مقیاس این آثار درست مثل انسان واقعی است، در برخورد اول ممکن است باورتان شود که نیما یوشیج روبرویتان نشسته و به شما چشم دوخته. در کنار همه آثار زندگی نامه کوچکی از هر کدام از شخصیت‌ها وجود دارد که برای معرفی مشاهیر به نوجوانان و جوانان مفید به نظر می‌رسد. اول از همه انتخاب شخصیت‌ها هست که فرض کنید که شخصیتی انتخاب میشه، همه عکس‌های موجود از جوونیش تا سنین پیری همه رو در واقع گرد میاریم، بررسی میکنیم. این پروسه‌ایه که طول میکشه. بعد از اون شروع میکنیم به ساختن قالب، یعنی مدل خمیری. مدل خمیری که در واقع تکمیل شد و اون حس رو ازش گرفتیم. مثلا به فرض این استاد شهریار شد در واقع، بعد از اون قالب گرفته میشه و سیلیکون تزریق میشه داخلش و سیلیکون رنگ آمیزی میشه، چشم‌ها کار گذاشته میشه، سپس موها و تنه و لباس و دست. همه شاعرای دیگه وامدار فردوسی هستن به نحوی میشه گفت. به خاطر همین برای بزرگتر کردن و اگزاجری کردن و تسلطشون بر بقیه شعر و ادب فارسی یه مقدار توی این نمایشگاه من صلاح دیدم مجسمه‌شون بزرگتر از بقیه باشه. نمونه مشابه این کار پیش از این در برخی از کشورهای جهان به نمایش درآمده، از جمله در موزه معروف مادام توسو. اما تفاوت این آثار با آثار پیشین در این است که ماده سازنده در آثار قبلی موم بوده و کارهای آقای خاقانی از ماده سیلیکون ساخته شدند. اما به چه دلیل؟ مجسمه‌های مومی که مقداری عرض شود که دوام کمتری دارن، مرتب باید رسیدگی بشه، ترمیم بشه رنگشون. سیلیکون، خب من پیشینه استفاده از سیلیکون در ساخت اندام‌های مصنوعی، دست و پای مصنوعی داشتم و میدونستم که ماده مناسبی هست، دوام بالایی داره، رنگ پذیری خوبی داره و در واقع پوستین، یعنی بافتین شبیه به پوست میده. یادآوری مشاهیر و شناساندن چهره آنها به نسل‌های جوان می‌تواند قدمی مبارک در راستای رشد فرهنگی باشد. آیا در آینده نیز شاهد نمایشگاه‌های بیشتری خواهیم بود؟ سری بعدی مجموعه نمایشگاهی که انشالله سعی داریم برگزار کنیم، مشاهیر موسیقیمون خواهد بود که مشاهیر موسیقی که داریم، حالا اگه در قید حیات باشن که بهتر، مثل استاد حسین دهلوی، یا مشاهیری که از دست دادیم مثل استاد جلیل شهناز و استاد صبا، استاد علی نقی وزیری.
اگر یکی از علاقه‌مندان فرهنگ و هنر ایران هستید، دیدن چند تن از جریان سازان فرهنگی ایران را از دست ندهید.